فرق بین اینی بلیزایی که سرشان سرخ است با اینی بلیزایی که دست چپ میبینیم که اینی رقم هستن چی است؟ اول با این بلیز شروع میکنیم که ایره میگم بلیز دو ویراژ. ببینین این دو تا عکس براتون میمانم، اینی که سرش سرخ است با ایده که سفید است، اردوش یک چیز هستن. یعنی وقتی که به گلایی نزدیک میشن، به ویراژ نزدیک میشن، اینا را میمانن که شما بفهمین که دمینجا یک گلایی یا یک ویراژ است. پس اینا بلیز دو ویراژ است نامشان. و دلیل ای که سر ازی سرخ است و او دیگه سفید است فقط ای است که ای سرخ که است در مناطقی است که برف زیاد میشه، یعنی بیشتر در جایی است که کوه است. اونجا که برف میشه سر از زیر سرخ ماندن که اگه برف آمد برف سفید است، ای سر سرخ ازی هنوز معلوم باشه که شما از دور بفهمین که اینجا ویراژ است. و ای بلیز نامش هست بلیز دانترسکسیون، یعنی نشانگر تقاطع. یعنی شما وقتی را از دور میبینین متوجه میشین که در اینجا سرک یک بریدگی داره و یک تقاطع است، یعنی یک سرک دیگه به سرک شما وصل میشه. و به می خاطر بعد ایره که از دور دیدین ببینین که اونا دل پاساژ دارن، پریوریته ادوات است یا استاپ دارن. همین رقم ببینین اینا سرشان سرخ است یعنی ویراژ، و اینجا تقاطع است، ببینین که فرق میکنه با اون دیگه.